ما دنبال تأسیس یک جامعه مردم سالار، یک دولت مردم سالار هستیم که از طریق انتخابات باید به قدرت بیاید و از طریق انتخابات عوض شود. شاید که این طرز، این برنامه ما، این دیدگاه های ما برای حکومتداران امروز افغانستان قابل قبول نباشد. حالا احتمال زیاد دارد، ولی اگر بدون تحمیل کدام برنامه، کدام دیدگاه باشد و هر کدام میتواند دنبال منافع خود باشد، برای مثال من باور ندارم که امام علی رحمان جانبدار آن باشد که در افغانستان یک حکومت مردمی دموکراتیک شکل بگیرد، چون این دقیقاً مخالف منافع او هست، چون یک مقایسه میشد برای دیکتاتوری او. ولی امام علی رحمان میاد از جبهه مقاومت، از نیروهای اپوزیسیونی افغانستان برای رسیدن به اهداف خود کمک میکند، پشتیبانی میکند و دقیقاً همین کار رو میتواند در یک حکومت دیگر منطقه انجام بده.